روز بخیر بینندگان عزیز، من مومین احمدی سرخط خبرها را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم میکنم. روسیه شهر مهم اوکراین را اشغال کرد. دادستانی کلی تاجیکستان بار دیگر مرگ زن جوان با 26 ضرب کار در فیض آباد را خودکشی نامید. فعالان بدخشان از شیوه نوی فشار شکایت کردند. در تاجیکستان میوه فراوان شد ولی نرخش تغییر نیافت. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید تحقیق پیشکی مرگ یک جوانزن 25 ساله از فیض آباد نشان داده است که او خودکشی کرده است و سبب مرگ او کسی دیگری نیست. دادستانی روز 2 ایول با نشر بیانیه رسمی گفت با وجود این تفتیشی مرگ منوره عبدالفتاح ادامه دارد. در بیانیه آمده است که مادر 3 طفل روز 22 ایون سال 2021 در خانه‌اش در فیض آباد بنابر معامله بی‌رحمانه نزدیکان با کارد به گردن و شکم خود زده سبب خونروی شدید گشته است. جسدی با خون آغشته منوره را عمه‌اش پیدا کرده و با برادر و خواهر جبردیده او را به بیمارستان بردند ولی منوره عبدالفتاح بنابر خونروی زیاد فوتیده است. عبدالفتاح میساقوف پدر منوره پافشاری دارد که دخترش نمیتوانست خودکشی کند چون در بدن او 26 ضرب کارد حساب کردند. دادستانی کل میگوید تفتیشات و اکسپرتیزه های سودی معین کرده است که سبب مرگ عبدالعلیم زاده خونروی از 3 زخم عمیق در گردن و شکم او بوده است. بعد از یک روز اشغال شهر لیسیچانسک و تمام ولایت لوگانسک در اوکراین، نیروهای روسیه حمله به سلاویانسک شهر دیگری مهم ولایت دانسک را ادامه دادند. ولادیا لیاخ شهردار سلاویانسک در فیسبوک نوشت که شهر زیر موشکباران قرار گرفته است و در نتیجه کم 6 نفر کشته و 15 تن دیگر مجروح شدند. در بین کشته شدگان یک کودک نیز بوده است. روسیه اشغال شهر سلاویانسک را که قبل از جنگ 107,000 نفر اهالی داشت بسیار مهم می‌شمارد چون آن را جدای طلبان تحت حمایت روسیه سال 2014 اشغال کردند ولی 3 ماه پس اوکراینی آن را دیگر باره گرفتند. روسیه بعد این ناکامی در اشغال کیف به تصرف منطقه صنعتی دونتسک و شرقی اوکراین تمرکز کرده است. برخی از فعالان جامعه شهروندی تاجیکستان از شیوه نوی فشار نهادهای قدرتی شکایت دارند. به گفته فعالان مقامات تلفن و کامپیوترهای آنها را مصادره کردند و بر نمیگردانند. تا این دم مقامات تلفن موبیلی 3 فعال بدخشانی را گرفتند. حقوقشناسان میگویند در کامپیوتر و تلفن‌های موبیلی معلومات شخصی جای داده می شود و گرفتن آن تنها با قرار دادگاه ممکن است. بینندگان عزیز، در این باره صحبت مفصل داریم که پس از 3 ساعت در برنامه اخبار آزادی ساعت 16 به وقت دوشنبه در وبسایت رادیو آزادی، صفحه ما در فیسبوک و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. در تاجیکستان امسال همه از فراوانی حاصل میوه میگویند که برعکس سالهای گذشته بسیار زیاد شده است. کشاورزان از حاصل خوبی گیلاس و زردآلو و دیگر میوه‌های شیرین میگویند. این زمان شکایت از آن زیاد است که فراوان شدن سیب و انجیر و شفتالو و دیگر میوه با پایانتر آمدن قیمت آنها مساعدت نکرده است. قیمت ها تربوز خربوزه قیمت ها باور کس کمبغال زورش نمیرسن. بویا میگیرن کمبغالا نگاه میکنن. خدا را شکر پامیدور فرومد، بودرینگ فرومد. سبب همین که کنترل نیست. سبب دیگری قیمتی و یا گران بودن میوه و سبزیجات در بازارهای تاجیکستان چیست؟ گزارش خوب در این باره داریم که در برنامه خبری پس از 3 ساعت دیگر تقدیم شما میکنیم. در ایران دختر رئیس جمهور سابق اکبر هاشمی رفسنجانی را به فعالیت تبلیغاتی علیه نظام و توهین به مقدسات متهم کردند. دادستانی تهران روز 3 ایول گفت که امر بازداشت فایزه هاشمی وکیل سابق
59 ساله و حامی حقوق را صادر کردند. اتهامات به ضد او ظاهرا از بیانیه‌اش ضمن گفتگو در شبکه‌های اجتماعی برمیخیزد که گفته است حذف نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از فهرست تحریمات آمریکا بر سود منافع ملی و جامعه ایران نیست. این طلب ایران یکی از مانع‌های اصلی در احیای سازش اتمی سال 2015 با ایران است. بنا به گزارش‌ها فایزه هاشمی همچنین گفته است حضرت محمد پیغمبر اسلام خودش فعالیت اقتصادی نداشت و در عوض ثروت همسرش خدیجه را صرف کرده است. او بعداً گفته است که با این گپش قصد توهین به کسی نداشت و فقط یک شوخی کرده است. فایزه هاشمی سال 2012 با اتهام تبلیغات به ضد نظام به نیم سال زندان محکوم شده است. پدر او اکبر هاشمی رفسنجانی از سال 1989 تا سال 1997 رئیس جمهور ایران بود و سال 2017 درگذشت. دوستان عزیز، حالا قربی اسعار ملی در برابر اسعار خارجی را برایتان میگوییم. 4 ایول بانک ملی تاجیکستان قربی 1000 روبل روسی را با 176 سامانی تعیین کرده است. قربی 1 دلار آمریکایی 10 سامانی و 5 درم مقرر شده است و 1 یورو به 10 سامانی و 95 درم برابر است. بینندگان عزیز، امکان دارد که بانک های تجارتی پول شما را با قربی از بانک ملی نشان داده کمی بیشتر یا کمتر عوض کند. با همین برنامه به پایان رسید. 3 ساعت پس شما را در برنامه اخباری آزادی منتظر می شویم. خدا نگهدار.